تشکر از آقای فرنود عزیز. این من چند نفر کارشناس داریم اینجا. این فرنود بود تو این برنامه خاله آقای فاضلی، آقای نادریان، آقای میر محمدی میتونم بگم تو خاله شادونه بود، خاله یه چیزی مورد نه که یه چیز اشتباه گفت بعد اون مجری از لاشویی رو آره من فکر کنم اسمش فرنود بود. من آقای فرنودی رو اون افتادم بچه الان میتونم بگم کدوم خاله بود. ما گفتیم که هر کسی باید کارهای شخصیشو خودش انجام بده. حالا کی اینجا نشسته که به من بگه کارشو انجام میده؟ خب تو اسمت چیه؟ فرنود جان چه کارهایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم چشولمو میشورم. چی کار میکنی؟ ماشین لباسشویی خودت رو نه